در دایره تجدید و از نوسازی راه نقلیاتگردی محلی ساکنان دهه عزیزآبادی جماعتی دهاتی مستچوی نوحی مستچوح عزم نمودند راه تعمیر طلبی محلی را پورا تعمیر و منفش نمایند. با سهم و اقدام اهالی محله‌های نسیمی بهار، شهرت آباد، آبشاران، رودکی، کوچه‌های دهه عزیزآباد اسفالت پوش و به طلبات راهسازی و راهداری جوابگو کرده می شود. این اقدام به مناسبت در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 70 سالگی از خودکنی دشت دلورزین عملی گردیده از وطن دوستی و خویشتن‌شناسی اهل دهه درک می‌دهد. با تشبث، کوشش و غیرت جوانان و پیران روزگار دیده عملی شدن چنین اقدام‌های سازنده از نمونه عالی تطبیق سیاست آبادکارانه پیشوای ملت محترم امام الرحمن در محل‌ها شماریده می‌شود. راهی که در میدانچه کانسومالی موفق شده ایستاده است این برای تحفه جشن 70 سالگی دشت دلورزین تعمیر شده است. با از نوسازی این قسمت راهی جماعت دهاتی مستچوح نه تنها حالت راهی نقلیاتگرد بهتر کرده می شود بلکه به آسان نمودن رفت و آمد ساکنان از یک منطقه به منطقه دیگر به انتقال مال و محصولات شرایط فراهم می گردد. یعنی تعمیر و منفش گردیدن راه برای هر یک راننده و مسافر امکانیت خوبی رفت و آمد را تامین می کند و با همین مهمیت هر نفر ساکن 10,000 نفره دهه عزیزآباد برای آبادانی حصه گذاری می کنند. برای آبادانی دیار سهم خلق، سهم مردم بسیار واضح روشن است. ما با دستگیری خلق تمام گوشه و کنار جماعت را منفرش کرده ایستاده ایم. یکدیگر فهمی کرده سرجمانه آباد ایستاده ایستاده ایم. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولت جمهوری در تمام کوچه میدانچه کانسومالی اسفالت منفرش کرده ایستاده. اینا با تشبثی خلق همش سرجمانه دست به دست گریبون سر برآورده اسفالت کرده ایستادند. راهها نبود کی باشد که همین در تمام دهه عزیزآباد همین میدانچه کانسومالی راهها منفرش شود. گفتن امروز همه جا اسفالت شده است. راه‌های تعمیر شونده با پهنایی از 4.6 تا 6 متر منفش گردیده تا به امروز 6.5 کیلومتر راه تعمیر و تجدید گردیده است. بنا به اطلاع از مسئولین جماعت تا به امروز 15 کیلومتر راه در حدود جماعت دهات مستچوح منفش گردیده. اقدامی سازندگی و آبادانی ادامه دارد. ساکنان جماعت دهات مستچوح نوحی مستچوح اقدام آبادانی را پیش نمودند. با سرجمعی اهالی مرحله به مرحله تمام کوچه ها منفش کرده می شود. تا به امروز 6.5 کیلومتر راه تعمیر گردیده. در نقشه است که 10.5 کیلومتر راه در محله های این جماعت تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی پورا منفش کرده شود. مستان محیدی لازاده، اعظم جان شریفوف، اخبار.